به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، امروز داستان پیامبر دیگری را که هود نام دارد آغاز می نماییم. داستان هود علیه السلام با قومش را خواهیم شنید. داستان پیامبران مناره های هدایتند. شخص مسلمان در راه دین و ایمان، در راه عقیده، در راه توحید می باید بر روزگار پیامبران نظر نماید، گوش اندازد، بخواند، پیامبران را شناسد و در آن راهی که پیامبران رفتند باید سالک باشد، آن راه را باید بپیماید. داستان هود علیه السلام با قومش یکی از داستان‌های پر عبرت قرآن است. داستان قومی که در امور دنیا خیلی پیشرفت کرده بودند، خیلی متمدن بودند، اما در امور آخرت خیلی عقب مانده بودند. تمدن آنها تمدن ظاهری دنیوی بود، تمدن خالی از معنا، تمدن خالی از توحید، تمدن قطع شده از هدایت آسمان. یعنی این داستان تمدن است که خود را از هدایت آسمان مستغنی دانست، مثل زیاد تمدن‌هایی که در روی عالم ظهور میکنند. این داستان قوم هود علیه السلام نمونه برای چنین تمدن هاست، برای چنین تمدن، برای ارزش چنین تمدن که وقتا تمدن از هدایت وحی بیگانه باشد. دوستان عزیز، هود علیه السلام به واسطه بعد نوح علیه السلام به سوی قومش فرستاده شد. یعنی هود علیه السلام احیا کننده سنت نوح علیه السلام است، یعنی دعوت کننده مردم را به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی. یعنی قصه اصلاحگر دیگری که خداوند او را برای اصلاح حال جامعه به سوی قومش فرستاد. و داستان قومی سرکشی که با این پیامبری از جانب خدا فرستاده شده مناسبت غلط، تحقیر، تهمت، ناپسندی کردند و در نهایت عذاب الهی به سر آنها آمد که آن قوم عاد نام دارد. داستان قوم عاد و یا قصه هود علیه السلام با قومش گاها به طور مختصر و گاها به طور مفصل در 18 سوره قرآن ذکر گردیده است. این تعداد ذکر و یا این تکرار در قرآن افاده این را میکند که این داستان شایسته خواندن، شایسته آموزش، شایسته تدبر و اندیشیدن است. بینندگان گرامی، در برنامه قبلی آخرین لحظه های آخرین روزهای نوح علیه السلام را قصه نموده بودیم. نوح علیه السلام بعد عمر مدید، بعد عمر بیشتر از 1000 سال، بعد کارنمایی های خیلی بزرگ در راه دعوت، بعد خیلی صبر بی‌نظیر از دنیا رحلت کرد. فرزندان، سپس نبیرگان، سپس نسل او میراث ایمانی او را، یعنی توحید و یکتاپرستی را در خود نگه می داشتند و آن را به نسل‌های خود می رساندند، تعلیم می دادند. تا رفت نسل نوح علیه السلام در روی زمین زیاد می شد، قبیله ها به وجود آمد. هر یک قبیله جای را انتخاب کرده، هجرت کرده، وطن خود انتخاب کرده، زندگی بنیاد کرد. از آن قبیله ها لهجه های گوناگون پیدا شد، حتی زبان های گوناگون به وجود آمد که مردم حتی یکدیگر را نمیفهمیدند و این گونه زندگی در روی زمین بعد طوفان بزرگ ادامه می‌یافت. از جمله آن قبایلی که در جزیره عربی سکونت میکرد، این مناطق را وطن خود انتخاب کرده عمر بسر می بردند و به زبان عربی حرف می زدند. دقیق ترش در مناطق ساحلی حاصل خیزی میان یمن و عمان قبیله بود که به زبان عربی حرف می زدند و این قبیله عاد نام داشت. قبایل عربی از نگاه تاریخ قدیم به دو قسم تقسیم می شود: عرب‌های عاربه و عرب‌های مستعربه. عرب‌های عاربه یعنی نخستین کسانی که به زبان عربی حرف زده بودند که از جمله قوم عاد و اینچنین قوم ثمود از این قبیله ها محسوبند. عرب‌های مستعربه یعنی عرب‌های بعدی که در اصل عرب نبودند اما از عرب‌ها این زبان را آموختند و عرب شده رفتند که این گروه عرب‌ها از نسل حضرت اسماعیل
شروع می شود. قوم عاد را به اعتبار پیامبری که به سوی آنها فرستاده شد و هود نام داشت، آنگونه که اشاره نمودیم قوم هود نیز گفته می شود. سرزمین آنها احقاف نام داشت. احقاف به معنای نیمکوها یا تپه های ریگی است. به این اعتبار که در این منطقه چنین تپه های ریگی درازی کجوکلیب وجود داشت. به نام این منطقه، یعنی به نام احقاف، در قرآن سوره وجود دارد که در این سوره داستان قوم عاد و داستان هود علیه السلام ذکر شده. به اعتباری که این داستان در این سوره ذکر گردیده، این سوره به نام این منطقه یا به نام وطن قوم عاد نامگذاری شده. سوره احقاف نام دارد. ساکنان احقاف مردمان کاسب، هنرمند، در ساختن خیمه های بزرگ و استوار، اینچنین در ساختمان خیلی پیشرفته بودند. مردم هنرمند، توانا، بنابراین برای خود یک شهری خیلی زیبا، شهری خیلی نامدار و پیشرفته بنیاد کرده بودند. پس از سالهای مدید که اهل احقاف به ایمان و توحید و یکتاپرستی زندگی میکرد، میان آنان وبای شرک و بتپرستی به وجود آمد. وبای کبر و غرور، وبای مستغنی شدن از هدایت آسمان، خود را بی نیاز دانستند و گمراه شدند. قوم عاد خیلی مردم بزرگ جثه و تنومند و قوی بودند. در قرآن این صفت آنها در یک چند جا ذکر می شود. حتی پیامبرشان وقتی آنها را پند می دهد میگوید واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة. شما به یاد دارید نعمت‌های الهی را که به شما انعام کرده، به خاطر آرید خداوند برای شما تنومندی، قوت جسم عطا کرده. یعنی این نعمت‌ها را برای این بخشیده که طاعتی کنید، بندگان فرمانبردار پروردگار و آفریدگارتان باشید، نه اینکه مغرور شده سرکش شوید. آنگونه که مفسران و مورخان میگویند بابا کلان قوم عاد ارم نام داشت، بنابراین به آنها قوم ارم نیز گفته می شود. قرآن این قوم را، یعنی قوم عاد را، ارم ذات العماد، یعنی قومی صاحبان ستونهای استوار نام برده. یعنی خیلی تنومند بودند و خیلی شهری زیبا و خیلی شهری بلند و با دارای ستونهای قوی برای خود بنیاد کرده بودند. حتی جای دیگر خداوند عزوجل میگوید مثل شهر آنها شهری ساخته نشده بود. در سوره فجر خداوند میفرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. یعنی آن قبیله ارم که در تناعم و پیشرفت و داشتن شهری زیبا و استوار نظیرش هیچ شهر ساخته نشده بود. یعنی پیشرفته ترین، زیباترین، متمدن ترین شهر قوم عاد بود در آن زمان. اما آنگونه که اشاره نمودیم پیشرفت ظاهری که باطنش خراب بود، پیشرفتی که از هدایت خدا بیگانه بود، دور بود. این در معیار دنیا پیشرفت گفته می شود، اما به حقیقت این تخلف است، این عقب ماندگی است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. چه ارزش است این خانه های خیلی مجهز، قصرها، بناهای خیلی شیشگینی زیبا، اگر در آن قوم نور وحی قلب آنها را روشن نکرده باشد، اگر آن قوم با خالقشان، با آفریدگارشان آشنا نباشند، اطاعت او نکنند، طاعت و عبادت او را انجام ندهند، چه ارزش دارد چنین تمدن؟ ادعای گفتن ارم نام شهر آنها بود و در ادبیات فارسی نیز ذکر می شود، یعنی شهر ارم. و درباره این شهر یا وصف این شهر خیلی حکایات نیز ذکر می کنند که ستونهایش از طلا و زر بود و دیگر وصفهای خیلی عجیب و غریب. اما این همه حکایات بی اساس است. قول راجح این است که ارم نام قبیله بود، نه نام شهر. خلاصه قوم عاد از هدایت ها، از میراثی که از حضرت نوح علیه السلام مانده بود، دین توحید، دین یکتاپرستی، دین اسلام، خداشناسی، از آن دور شدند و سرکشی پیشه کردند، کبر و غرور پیشه کردند و منتها گمراه شدند، دور ماندند. او تعالی از کبر و غرور قوم عاد قصه کرده در سوره فصلت میفرماید فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. قوم عاد
در روی زمین متکبر شدند، کبر و غرور ورزیدند و گفتند من اشد من قوه، کیست که از ما قوی تر باشد؟ به قوه‌ای که خدا به آنها داده بود مغرور شدند. خداوند عزوجل در جواب دعوای آنها میگوید اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه. آیا نمیدانند که خالقی که آنها را با این امکانات، با این قوتمندی آفرید، خالق تواناتر از آنهاست. هر لحظه که خواهد آنها را مغلوب می‌سازد، هلاک می‌سازد. در این ایامی که قوم عاد گمراه شدند، از هدایت‌های نوح علیه السلام بیگانه شدند، به شرک و بت پرستی پرداختند و متکبر و مغرور شدند، در این ایام کودکی در میان آنان به دنیا آمد که هود نام داشت. خداوند عزوجل در جای دیگر این قوم سرکش را وصف کرده میگوید و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. قوم عاد آیات پروردگارشان را انکار کردند، نپذیرفتند و پیامبرانشان را نافرمانی کردند، در حالی که یک پیامبر داشتن هود علیه السلام، اما انکار یک پیامبر، نپذیرفتن یک پیامبر برابر با نپذیرفتن همه پیامبران است، چون که رسالتی همه یک است، یکتا پرستی و توحید. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. و از هر متکبری مغرور و از هر کسی که از امر الهی سرکش بود، یعنی راهبرانی سرکش مغرور خود را پیروی کردند و گمراه شدند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه، در این دنیا نیز گرفتاری لعنت شدند و در آخرت نیز. این وصف قوم عاد است که حالا در میان این قوم با این اخلاق، با این شرکیات، با این کبر و غرور کودکی به دنیا آمده که هود نام دارد و آینده خداوند عزوجل او را وظیفه اصلاح این قوم را بر دوشش میگذارد و همچون فرستاده خود و سوی این قوم او را به هدایت های آسمان میفرستد که در برنامه های بعدی ادامه داستان هود علیه السلام را، فرستاده شدن او را و مناسبت این قوم با پیامبرشان را خواهیم شنید. در حفظ و امان خداوند باشید.